بله، سلام عرض میکنم. نه خیلی دیر وقته، من واقعا استفاده کردم. دوستان زحمت کشیدن اومدن، با دست خورم اومده بودن و چه خوب میشد که اینها رو مکتوب میتونستیم بکنیم و به تدریج منتشر بکنیم. واقعا تشکر میکنم برای بنده که خیلی مقتنم بود و مطمئنم دوستانی که تشریف آوردن و این مدت رو در اتاق بودن حتما ضرر نکردن و بحث‌های خیلی مهمی مطرح شد. فقط چیزی به ذهنم رسید، یک کتابی هنری میلر داره به اسم عصر آدمکش‌ها. همین، خیلی متاسفم که همچنان در قرن 21 عصر آدمکش‌ها جریان مسلط عالم. خیلی ممنونم، خیلی و تشکر مضاعف از حضور همه دوستان. اسم نمیبرم ولی واقعا به خصوص از برخی از صحبت‌ها فوق‌العاده استفاده کردم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.